در مسکو گروه‌های نجات به مکان صدمه قطار مترو که باعث فوت کمش 20 نفر گردید سفربر شدند. بیش از 100 مجروح توسط ماشین‌های نجات و چرخبال‌ها به شفاخانه‌ها انتقال یافتند. به یاد قربانی‌های صدمه مترو 16 ایول در مسکو روز ماتم خواهد بود. میری مسکو وعده داده است که به هر عائله قربانی‌ها 1 میلیون روبل تقدیم می‌کند. طبق اطلاع رسیده در این صدمه 3 شهروند تاجیکستان هم جراحت برداشتند. در شهر گنجه آذربایجان با اعلان حکم حسن حسینی چشمان طرفداران جامعه شهروندی را اشک فرا گرفت. حسینی که ماه مارس با اتهام اوباشی بازداشت شده است، به مدت 6 سال از آزادی محروم گشت. طرفداران حسینی میگویند عیبنامه جلوه سیاسی دارد. به قول حسینی شخصی ناشناس او را به زمین افکنده سپس با حمله متهم کرده است. اولین کاروان یاری‌های بشری وارد شهر معدمیه سوریه شد. این عمل بعد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان پذیر گردید. با تصویب این سند در سازمان ملل، سازمان‌های خیریه دیگر ضرورت ندارند برای انتقال یاری‌ها به مناطق تحت نظارت آشوبگران از حکومت سوریه اجازتنامه گیرند. سازمان ملل تاکید می‌کند که در سوریه جنگ زده کمش 10 میلیون نیازمند به سر میبرند. در کابل گروه فعالان جوان شبکه اصلاحات و تغییر بر ضد پیشنهاد راهپیمایی نمودند که بر پایه آن وکیلان مردمی افغان می‌خواهند به خود امتیازهای یک عمری مقرر نمایند. وکیلان مجلس پایانی پارلمانت افغانستان پیشنهاد کردند که بعد انجام وکالتشان 2 محافظ و 25% معاش کنونیشان را یک عمر حفظ نمایند. بعد اعتراض روز سه‌شنبه، مجلس بالایی پارلمان پیشنهاد را لغو کرده بحث تغییر و علاوه آن را شروع نمود. در شهر الماتی قزاقستان پلیس 15 اعتراضگر را بازداشت نمود. این اعتراضگران قرض بانکی را سر وقت نپرداختند و از این رو به احتمال زیاد از منزل‌هایشان محروم خواهند شد. پلیس همچنان یک عده فعالان جنبش همه را با خانه تامین کنید را نیز بازداشت نمودند. مردم جمع شده طلب داشتند که با رهبر بانک ATF ملاقات کنند وگرنه در روبروی بانک گرسنه‌نشینی تشکیل خواهند کرد.